با درود و سلام خدمت همه شما دوستان عزیزان، بیننده ها و شنونده های عزیز کانال یوتیوب افغانستان اسکرین. دوستان عزیزان بیننده، همه قسمی که همه شما آگاه هستین، ما یوتیوب قبلی داشتم به نام افغانستان سلام و همچنان سلام اسکرین. متاسفانه یوتیوب های ما به اثر اشتباه و اتفاقی در عین ساختن کانال پرسونال به برند که یک مرحله خاص در یوتیوب است، متاسفانه از بین رفت و دلیت شد و حذف شد و دوباره نتونستم که یوتیوب خود را به دست بیارم. همه قسمی که میبینین لوگوهایی که داشته و همچنان با بیشتر از 5000 سابسکرایبر و بیشتر از 900,000 بازدید، متاسفانه کانال یوتیوب خود را با تمام ویدیوهایش از دست دادم. یک تعداد از ویدیوهایش را اینجا کوتاه اشاره کردیم، تمنیلای اختصاصی یا مکور اختصاصیش را بر شما در گوشه نشان میتم دوستان، که متاسفانه تمامش از بین رفت و همون کارکردهایی که از سال 2020 تا سال 2024 تا ابتدای 2024 داشتم همگیش از بین رفت، ولی دوباره خواستم و تلاش کردم و این یوتیوب جدید را به نام افغانستان اسکرین به عنوان نمای افغانستان، آینه افغانستان یا پنجره افغانستان ساختیم و انشالله که او ویدیوهای قبلی را با کم ادیت و با کم تغییر لوگوها و دکمه های سابسکرایب به صورتی که یوتیوب مشکل نداشته باشه دوباره نشر میکنم در کانال خود، چون تمام ویدیو از خودم بوده و همیشه با ادیت و برنامه ریزی خودم اونا را ساختیم تا ای که دوباره انشالله ویدیو را نشر کنم و همچنان ویدیوهای تازه را در مورد فرهنگ افغانستان، مردم افغانستان، وضعیت زندگی مردم افغانستان، اجتماع افغانستان و همچنان افغانهایی که داخل افغانستان و خارج از افغانستان هستند برشان برنامه بسازم. امیدوار هستم مرا حمایت کنین و با سابسکرایب کردن و لایک کردن ویدیوها حامی ما در راستای پیشرفت در یوتیوب باشین. همون قسمی که گفتم کانال یوتیوب قبلی ما با بیشتر از 5000 سابسکرایبر و 900,000 بیننده از بین رفت متاسفانه و نتونستم با تلاش های زیاد به دست بیارم، از خاطر کانال یوتیوب جدید را ساختیم. دوستان، یک تعداد از کورها و تمنیل های اختصاصی را که اینجا میبینین تمامش از برنامه هایی بوده که قبلا به نشر رسانده بودم. برنامه ها بازدیدهای کم و بیش را هر برنامه داشت. یکی از بهترین برنامه های ما در مورد اسب ستاره وحش بود که او را ساخته بودم و تنها همو ویدیو بالای 600,000 و نزدیک به 700,000 بیننده داشت. متاسفانه که او ویدیو هم از بین رفت. تمام ویدیوها را میخوایم از سر نشر بکنم و انشالله که در این یوتیوب جدید حامی ما باشین و بتونم که به پیش برم. با امید صحت و سلامتی همه شما دوستان عزیزان. زنده باد افغانستان، ژوندی دیو افغانستان.